با عرض سلام خدمت خانم‌ها و آقایونی که برنامه رو دارن می‌بینند. این سومین جلسه است که در مورد ساختار سرمایه در بورس داریم صحبت می‌کنیم. در جلسه اول در مورد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و نقششون در ساختار سرمایه و تأثیرهایی که می‌ذارن. در جلسه دوم در مورد سهام تودلی صحبت کردیم. در این جلسه هم در مورد ساختار سرمایه از دید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی که الان تو بورس هستن و بیشتر طبعا صندوق‌های که سهام دارند داریم صحبت می‌کنیم. در خدمت دوستان و کارشناسان و مدیرانی هستیم که قبلا هم معرفی کردیم و اجازه می‌خوایم که بحث رو شروع کنیم. اجازه بدیم بحث رو با آقای دکتر کیانی شروع کنیم، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم دکتر به جناب عالی و بینندگان عزیز این برنامه. دکتر اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه مروری داشته باشیم که اصولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما الان در چه شرایطی قرار داره. خب رشد نسبتاً خوبی داشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بعد از تأسیسشون در سال 86 که با صندوق درآمد ثابت کارآفرین آغاز شد. سال 87 یه سری صندوق‌های سهام پا به عرصه گذاشتن. الان ما 322 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داریم، شامل اوراق بهادار درآمد ثابت و سهام و مختلط، بدون در نظر گرفتن صندوق‌های کالایی و صندوق‌های خصوصی. هولوهاش بیش از 9 میلیون سرمایه‌گذار اینها دارن. از نظر ارزش سهامی که تحت تملک این صندوق‌ها قرار داره بخوایم مقایسه بکنیم با بازار، تقریباً 2.6% از کل سهام بازار رو اینها دارن و تقریباً 10% از فری فلوت بازار رو دارن. از نظر معاملات، هرچند معاملات خود یونیت های ETF ها در بازار سهم قابل توجه از معاملات داره، بیش از 50% از ارزش معاملات بازار متعلق شده به یونیت صندوق های سرمایه گذاری، اما خود پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری اون بخش سهامش تنها هولوهوش 6% از معاملات بازار رو داره. یعنی صندوق ها هنوز بازیگر جدی در بازار نشدن، هرچند یونیت خود صندوق ها در بازار گردش خیلی بالایی داره و تعداد یونیت هولدرهای صندوق هم قابل توجه شده، اما در شرایط فعلی فقط هولوش 6% از ارزش معاملات سهام متعلق است به صندوق های سرمایه گذاریمون. خب حالا به هر حال ولی با توجه به محدودیت هایی که وجود داره و اینکه صندوق های سرمایه گذاری به هر حال برخیشون بزرگ شدن و میتونن تا 5% سهم یک ناشر رو در اختیار داشته باشن، این انتظار میشه داشت که به هر حال مدیری که چند صندوق سرمایه گذاری داره مدیریت میکنه در اختیار داره حضور مؤثری در مجامع شرکت ها داشته باشه. این قابل انتظار است با توجه به کدهای PRX هم که میتونن سبدگردان ها داشته باشن، تجمیع بکنن با سهامی که در صندوق های سرمایه گذاری دارن. حالا ممکنه یک مدیر چند صندوق سرمایه گذاری داشته باشه، با تجمیع اینها میتونه در مجمع به هر حال مؤثر باشه. این بحث پراکسی ووتینگ، یعنی حق رأیی که مدیران سبدها دارن به پشتوانه دارایی که مشتریان در اختیارشون قرار دادن، خب داره مورد توجه قرار میگیره. در دنیا هم به این توجه کردن. این بحث پراکسی ووتینگ و اینکه سبدگردان‌ها میتونن در مجامع حضور پیدا بکنن مورد توجه بورس‌های پیشرفته قرار گرفته. از دو جهت به این خیلی توجه میکنن. یکی بحث تضاد منافع هست، این که به هر حال سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پسیو منفعل، اونهایی که دارن ایندکس رو تریس میکنن، اصلا جنسشون جنس فعال نیست. بنابراین این انتظار وجود نداره که اینها مدیران فعالی داشته باشن بخوان شرکت‌ها رو تجزیه تحلیل بکنن. ولی خب اشاره شده الان حتی اکتی هم داره پیشنهاد شده در سال 2022 می 2022 به کنگره آمریکا، هنوز تصویب نشده. سناتور دانیل سولیوان این اکت رو پیشنهاد دادن، اسمش رو گذاشتن ایندکس اکت، اینوستر دموکراسی ایز اکسپکتد، مخففش کردن ایندکس. تمرکز این اکت روی بحث ساماندهی قدرت تاثیرگذاری سبدگردان‌ها، مدیران سبدگردان‌هایی که دارن ایندکس فاند رو منیج میکنن و اشاره کردن که با توجه به اینکه ایندکس فاندها ارزششون تقریبا 2 برابر شده در سالیان گذشته، اینها مهم دارن میشن در مجامع شرکت‌ها، ولی جنسشون جنس مدیرانی نیست که بخوان تأثیرگذاری بکنن، بخوان تجزیه تحلیل بکنن و رأیی که میخوان بدن چگونه باید باشه.
بنابراین یه بحث عدم اشراف مدیران صندوق هستش که روی مجامع میخوان حضور موثر داشته باشن و این حضورشون داره تاثیرگذار میشه و بحث تضاد منافع هست. از این دو حیث مورد توجه قرار گرفته. حالا راه حل هایی هم که دیدم من خدمتتون عرض خواهم کرد. بله. جناب داراوی، شما زمین 10 ها کار که تو بازار سرمایه داشتید، سبدگردان هم هستید، مدیر عامل سبدگردانی، خود شما از این آرای نیابتی استفاده میکنید در رأیایی که میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آکادمی در واقع خوب دانایان و زحمتی که شما میکشید به هر حال درس فرض میدیم استاد ما هستید. ببینید مسئله انتخاب هوشمندانه هم هست این موضوعی که الان شده، با توجه به اینکه ما در یک مقطع حساسی از نظر عمر صندوق‌ها هستیم در ایران. خب ما اگر اقتصادمون به صورت یک در واقع مجموعه مهندسی نگاه کنیم، خب در اقتصاد یه سری بنگاه یا محل تولید ثروت هست و یک سری انبارک ها یا در واقع استوریج هایی که ثروت رو تو خودشون نگه میدارن و دوباره پمپاژ میکنن یا به همون بنگاه ها و یا به بنگاه هایی که باید در واقع در اقتصاد حالا با بازه بالاتر فعالیت بکنن و این کارکردی هست که ما در کل اقتصاد میبینیم به عنوان یک دید مهندسی. خب ما الان در یک مقطعی هستیم که صندوق های ما در یک به قولی باند فرودگاهی هستن که میخوان بلند بشن، یعنی یک رشد عظیمی رو ما در صندوق های ایران خواهیم داشت در سالهای آینده که ما در گذشته در اقتصادهای بزرگ دیدیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم الان نزدیک 30,000 میلیارد دلار در صندوق های آمریکا هست یا 5-6 هزار تا در لوکزامبورگ هست، 3,000 تا در چین هست و همین منطقه خاورمیانه که صندوق های بسیار عظیمی به وجود اومدن. از چه جایی اومد؟ از جایی که بانک ها جدا شدن، یعنی اون استوریج بزرگی که می اومد فرانت لاین در واقع سرمایه گذاری بود اومد عقب. ما هم الان در واقع همین کارو می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم بنگاه ها رو از بانک ها بگیریم. از یه جهت دیگه هم خب اقتصاد ما تقریبا در یک شرایطی قرار گرفته که باید بچرخه، یعنی از یک مسیر تمرکز و نهادی که در سالهای گذشته اومده الان هم باید بچرخه و دولت باید بخش عمده از این بنگاه ها رو واگذار بکنه. و از طرفی هم یک بی‌اعتمادی تاریخی و اجتماعی هم به بخش خصوصی در واقع فردی وجود داره در ایران که این هم در واقع میندازه توپو تو زمین نهادهای عمومی به خصوص صندوق‌ها به عنوانی که در واقع بیان سرمایه گذاری بکنن. خب در دنیا فرانت لاین سرمایه گذاری اومده در صندوق‌ها، به همین خاطر شما VC ها رو میبینید اینجا، ما جسورانه ها رو داریم، PE ها رو داریم که در واقع میان و پروژه ها و حالا ریتس ها که مستقیم خودشون میان سرمایه گذاری میکنن. تو ایران هم تقریبا این 4 تا پذیرفته شده که دایرکت اینوستمنت بکنن و در واقع بیان هدایت بکنن مجموعه رو. زمانی که یک صندوق میاد داخل در واقع یک مجموعه چند تا چیز با خودش میاره. اولا صندوق خواهان حاکمیت شرکتی، چون خودش تقریبا زیر نظر حاکمیت شرکتی تشکیل شده، پس حتما این فشار رو به مدیریت میاره. یعنی وقتی خود ما حالا به عنوان آرایی رو میخوایم به کسی واگذار بکنیم، حالا به دلایلی به هر حال ممنوع از خود صندوق در واقع بیاد، صندوق سهامی بیاد سیت بگیره و چی هست، ولی وقتی میخوایم باید دنبال اون کسی میگردیم که حاکمیت و شفافیت رو در حد اکثر خودش تضمین میکنه. این به نوعی یه مسئله هست که صندوق ها دارن. مسئله بعدی این هست که ما دنبال توسعه شدید شرکت ها هستیم، یعنی دنبال اون بخشی از مدیریت در شرکت ها هستیم که بتونه سود رو با سرعت بسیار زیادی رشد بده. هرچند ممکنه این هر دوی مسئله داره پارادوکس هایی باشن که حالا اگر شما فشار بیارید از یک شرکت با سرعت بالاتری سود بگیرید ممکنه حالا در بلند مدت مشکل ساز بشه، اما به هر حال ما این خواسته هم داریم و از این استفاده می‌کنیم. و مسئله سوم علامت دهی است، یعنی وقتی شما یک فاند بزرگ یا یک فاندی در واقع میاد تو یک سرمایه‌ای رو میذاره، خب معمولاً هم مقدار زیادی از سرمایه‌ای رو داره شکل میده. در دنیا هم همینطوره. مثلا این ماه من نگاه کردم دیدم مثلا وارن بافت رفته مثلا پیتزا دومینو رو خریده یا مثلا اوترا بیوتی خارج شده. این پالسی میده به کل اقتصاد آمریکا. در ما هم این پالسی رو میده. پس این کارکرد رو هم داره که میاد یک بحث‌هایی را اینطوری وجوده. اما به زودی این بحث‌ها در اقتصاد ما شدیدتر خواهد شد، چون چند تا بازیگر بزرگ میاد. دولت میخواد بنگاه‌های بانک‌ها رو بریزه در یک صندوق بزرگ. اون یک چیز اون پیکریه که یا خواستای دولت معمولاً کمتر اینا میشه توی مجبوره، چون ببینید برنامه هفتم اینو حالا اون تیکه اگر اجازه بدید اون بحث قبلیتون برگردیم که گفتید که به هر حال از حوزه حاکمیت شرکتی، از حوزه تاثیرگذاری و علامت‌دهی و سیگنالینگ، اینا حوزه‌ای است که از این حوزه ها
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارن روی مدیریت شرکت. درسته؟ از این می‌خواستین یه نتیجه بگیرید که من قطعتون کردم که در ایران داره این فرایند شدیدتر میشه. بله در واقع این داره بزرگ میشه، چون ما الان 1200 میلیارد در واقع، یعنی 1200 همت در واقع پول داخل این صندوق‌ها داریم و این داره بیشتر هم میشه، چون میگم برای خانوار یا برای کل اقتصاد ما دیگه اون فاینانشال، یعنی از این میخواین شما نتیجه بگیرین که این بحث در آینده به شدت خواهد بر ساختار سرمایه صندوق‌ها هر چه میگذره بیشتر تاثیر خواهد. دقیقاً، چون به هر حال ببینید از این طرف خب ما اینوستورها هستیم، خب اینوستورهایی هستیم که بریم بنگاه رو میخوایم پوش بکنیم یا به هر حال یه بازدهی ازش بگیریم. از اون طرف هم یونیت های ما یونیت های در واقع وکالتی هست، ما اوپن اندیم، در واقع کلوز نیستیم که طرف به هر قیمتی مجبور باشه بمونه یا مجبور باشه به قیمت پایین. ما هر لحظه ممکنه رو NAV ابطال بزنه بره. یعنی جمله شما اینه که اگر ما در مدیریت تاثیر نذاریم ممکنه که بزرگ نشیم. دقیقاً. یعنی به این خاطر که چون سوداوری کافی رو ندارید و وقتی هم این سوداوری کافی رو نداشته باشید، یعنی شما به عنوان سبدگردان مدعی هستید که میتونید تاثیر مثبتی بذارید که این بحث میکنید. دقیقاً تو دنیا هم همینه. شما ببینید از 30,000 میلیاردی که در واقع در اقتصاد آمریکا است، تقریبا 10,000 تاش بلک راک، 8,000 تاش در واقع ونگارد، اون فیدلیتی، چارلز شواب، استریت سرویس و اینا میگیم مدیرا آدمای حرفه‌ای هستن، به جای اینکه یه سهامداری که نمیدونه که واقعا جزئیات چیه، حسابرسی چی گفته، بنداش چیه، یه سبد میشینه شما میگید کاملا. به همین خاطر که الان از اپل 3800 میلیاردی که بزرگترین شرکت دنیاست، 17% فقط همون بلک راک و ونگارد دارن و اون نمیتونه در برابر چنین عظمتی از پول در واقع 600 میلیارد دلار در سر میذاره. مثالی که زدید میدونید که اینو چند تا هیئت مدیره گذاشتن، اصلا یه چه درصدی از هیئت مدیره ببینید وقتی 17% دارم مثلا هیئت مدیره رو در اختیار دارن. یک مقداری هم بحث رأی اون در واقع تو این شرکت‌های استارتاپی اون رأی بنیانگذار هست و هم در واقع اینها هستن که میان و وقتی شما میبینید اصلا یه پارس عظیم وجود میاره. شما 17% رأی داشته باشی اما عملاً اون بنیانگذار برای خودش 50% رأی نگه داشته باشه. دقیقاً اون اتفاق میفته، ولی در اکثر موارد هست که بودن اینهاست که باعث رشد اون میشه. یعنی اگر این فاندها نباشن عملاً در واقع نمیذاره اون شرکت به این ماکسیموم ارزش برسه، چون افراد دیگه در برابر فاندها دیگه چی نیستن. در اقتصاد ایران که به مراتب یعنی فاصله بین فاند و فرد خیلی بیشترین مثلا نقطه قوت رو در توسعه دادن شرکت ها میدونید. دقیقاً. تامین مالیش میگید مهمتر. دقیقاً. چون ببینید شرکت چی لازم داره؟ شرکت یه ایده خوب میخواد و یک سرمایه. عموماً در واقع حالا اگر ایده خوب معمولاً هست، چون به هر حال این چیز شما میدونید که الان بخش نفت و گاز خیلی ثروت خوبی داره یا بازه خوبی ایجاد میکنه، اما چجوری میخواد فعالش کنید؟ بله. آقای جناب حبیب زاده، شما که توی سرمایه‌گذاری تامین سرمایه مسکن هستید، شما یه جور دیگه با صندوق‌های دیگه ای در اختیار دارید، نه؟ حالا سلام عرض میکنم و تشکر. عرض به خدمتتون که من واقعیتش یه تفکیکی برای خودم قائل شدم از جنبه اینکه صندوق‌ها الان عملاً اگه خیلی کلی واقعا نگاه کنیم، جنس صندوق‌ها یه بخششون تامین مالی محور هستن، به خصوص صندوق‌هایی مثل PE، VC، خود صندوق پروژه یا صندوق زمین ساختمان که نوعی صندوق پروژه هستن، و صندوق‌های سهامی عادی، صندوق‌های بخشی، و به خاطر جایگاهی که الان صندوق‌های فیکس دارند و میشه گفت تقریبا حدود بین 9 تا 10% صندوق‌های فیکس الان حجم اصلی صندوق‌های ما رو دارن، سهام هست. و از این من حالا اینو میخوام شاید اگر دوباره برگردیم، من برای اینکه بحث گم نشه تو همون بحث سهامی و در واقع بخشی میخوام تمرکز کنم و صحبت کنم. ببینید الان خب مدیران صندوق ها عملاً کی هستن؟ یعنی تو این صندوق هایی که داریم، نهادهای اصلی که نقش مدیریت صندوق رو به عهده گرفتن عملاً یه سری صندوق هایی هستن که و میتونن بازیگر اصلی باشن، عملاً به بانک ها متصلن، بخش زیادیشون که اگه تامین سرمایه رو بخوایم لحاظ بکنیم.
صندوق هایی که دارن صندوق های بازارگردانیشون سهم عمده ای از در واقع سهام اون شرکت ها به خصوص تو حوزه بانکی میخوام عرض کنم متعلق به خود اون شرکت های بازارگردانی است. اون حق رأی ها، مدیریت اون حق رأی که الان دوباره مطرح شد، خودش عملا باعث شده که به نوعی شاید از منابع افراد خرد استفاده بشه برای اینکه منافع اون تیم حاضر یا تیمی که عملا مدیریت صندوق ها رو به عهده گرفته حفظ بشه. میبینیم که خب مثال واقعا زیاد داریم، یعنی ما میتونیم یه وضعی بگیم که مطلوب صندوق های سرمایه گذاری این است که به چه شکلی عمل بکنن و وضعیت موجودی که ببینیم واقعا الان صندوقی که مثلا عرض میکنم در حوزه فلزات یا سنگ آهن میتونیم ببینیم که سهام دست کدوم شرکته، کدوم شرکت تامین سرمایه، کدوم شرکت سبدگردان یا مشاور سرمایه گذاری الان تو حوزه صندوق در واقع صنعت فلزات میتونه تصمیم گیر باشه، مدیرانش از اون حق رأی استفاده میکنن. من میخوام در واقع یه استفاده بکنم از جلسات قبلی که در این حوزه ساختار سهامداری بود و سهام تودلی رو مطرح کردیم. شما عملا من دیدم تو جلسات قبل مطرح شد که با درصد پایینی از سهامداری شرکت بالایی نسبت به شرکت‌های رده‌ها و لایه‌های بعدی شما میتونید علی‌رغم اینکه مالکیت رو ندارید مدیریت رو داشته باشید. ما تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری الان اینو می‌بینیم، یعنی می‌بینیم که حتی به واسطه صندوق‌ها میان توی بازار توی مقاطعی وارد میشن و سهام بعضی از اصطلاحاً اون گلدن شیر رو میخرن و در مجامع نقش آفرینی میکنن. نقش آفرینی که واقعا اگر بخوایم نگاه کنیم برای یونیت هولدر نه تنها مفید نیست بلکه چالش های از نظر تضاد منافع به صورت واضح میبینیم. آیا این معنیش اینه که شما ترجیح میدید که اصلا تو مدیریت شرکت نکنن؟ آیا من فکر میکنم چون صندوق‌ها هنوز به اون بلوغی که باید نرسیدن، علی‌رغم اینکه این مسیر رشد رو در یک بازه زمانی کوتاه خوب طی کردن ولی هنوز به اون رشد نرسیدن. بازار در واقع ایالات متحده رو آقای دارابی مثال میزنن. خب اون بازار، قدمت بازار، عمق بازار، در واقع استقلال شخصیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مثل بلک راک، خب اون استقلال سرمایه‌گذاری اون واقعا داره فکر میکنه که اون سهامدار اون مجموعه خودش هست و اگر منافع یونیت هولدر رو تهیه نکنه و اون هم به بهترین شکل، بازار رو از دست خواهد داد. ولی همونجوری که ابتداً عرض کردم ما الان صندوق‌های اصلیمون به خصوص صندوق‌های بازارگردانی، صندوق‌های سهامی که البته صندوق‌های سهامی ما الان در واقع از اون 1200 میلیارد 200 همتی که معرفی شد تقریباً 200 همتش صندوق سهامی هست و 175 تاش بازارگردانی هم 213 تاش که حالا باز هم بخش عمدهش بانکی میشه. شما نگاه میکنید میبینید که برای اینکه اون جایگاه مدیریتی در اون مدیر صندوق در واقع حفظ بشه خیلی راحت با اون حق رأی ها بازیایی میشه، مدیریتی میشه و منافع یونیت هولدر و سهامدار اقلیت واقعا حفظ نمیشه. یعنی مثال های زیادی هم بنده میتونم مثال بزنم، هم حضرت علی میتونه اتفاق بیفته، یعنی به اشکال دیگری غیر از صندوق‌ها میتونه اتفاق بیفته. یعنی یه نفر ممکنه، خیلی هم مثال زیادی داره، ولی الان شما از موزه صندوق ها فکر میکنید که توی مدیریت شرکت ها باید سعی کنن کار کنن و فرض کنید که سوء استفاده هم نمیخوان. بله، به نظر بنده خیر. چون نگاه بنده این هستش که صندوق های سرمایه گذاری واقعا باید به اون asset منیجری نگاه کنن و وقتی نگاه هولدینگی به قضیه میگیرن سیاست هاشون یا چرخش در موقعیت های چرخشی نمیتونن سریع داشته باشن و یونیت هولدر واقعا از صندوق میخواد که بهترین گزینه سرمایه گذاری انتخاب کنه که بهترین عایدی رو ایجاد بکنه و اگر صندوقی و مدیری بخواد وارد سیت هیئت مدیره یا یک تصمیم گیری کلان بشه دیگه چرخشش به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و منافعش هم شاید ایجاد بشه. من به نظرم اگر صندوق‌ها برن به این سمت که مطالبه گری برای شفافیت اطلاعات و یک نظام، یعنی نفوذشون غیر از هیئت مدیره گذاشتن باشه. دقیقاً. مثل همین بحث حاکمیت شرکتی. یه مسئله بزرگی تو شرکت‌های ایرانی وجود داره و شرکت‌های ایرانی بسیار کندن. هم کوچک موندن هم بسیار کندن.
یعنی ساختارهای سرمایه‌ایشون که افتضاحه، بله، بخش عمدهش کوچیکه. حالا من خودم یه تیکه این متاسفانه خب شرکت‌های ما الان انبوهی از دارایی‌های بیهوده دارن. نه اینا مسائل پراکنده دیگه ایست های جنوبی. الان داریم در مورد ساختار سرمایه. درسته. شما وقتی وارد الان شما از این نتیجه مشخص بگیرید، یعنی میگید که یعنی وقتی یک چون صندوق بعد اداره میشن شما مدعی هستید که مدیران صندوق‌ها توان مدیریتی بهتری از شرکت‌ها دارن، به خاطر اینکه تعهدشون به سرمایه‌گذار. آقای عیوب زاده میگه خیلی روشنه، میگه من به عنوان مدیر سبدگردان، مثلا آقای چاوشی به عنوان سبدگردان تخصص اولش اینه که چه سهمی رو بغل چه سهمی بگذاره. این تخصص پورتفولیو منیجمنت داره. این توان منیجمنت شرکت یا اسکیل و مهارت مدیریت شرکت نداره، ادعاش هم نداره. میگه من پورتفولیو منیجرم، من مدیر سبدم، من بلدم که کدوم سهم با کدوم سهم همبستگی زیاده یا کمه یا چه جوریه. بنابراین اگر اینو قبول کنین اون موقع اینو قبول نداری. شما میگید که نه، من میخوام بگم که برای اینکه من بتونم سهم ها رو کنار هم بذارم باید اونا رو بشناسم. یعنی من امکان نداره بتونم مثلا بگم که مثلا در گروه پتروشیمی شرکت X بهتر از شرکت Y، ولی من در مورد شرکت هیچ اطلاعی ندارم. این شناختن مستلزم تعیین مدیر نیست. نه، بحث اینجاست. وقتی شما شناخت شرکت رو یه لیست دارید، این لیست مرکب از نقاط قوت و ضعف شرکت. خب این چی برای مدیریت؟ میخوام بگم اگر شرکت در مرحله اول به این حرف طرف سرمایه‌گذارش گوش نده که این در این نقطه قدرت این کارو بکن، اگر نکرد چجوری میخواد واردش کنید؟ حالا میگید که به هر حال باید بریم دنبال مدیر گذاشت. نه، میخوام بگم که ما در آینده نزدیک شرکت‌های این صندوق‌ها تبدیل میشن به در واقع خط اول سرمایه‌گذاری در ایران. حالا چون بانک‌ها رفتن کنار. حالا شما الانو بگید. الان تو وضعیت فعلی شما اعتقاد دارید که باید تو مدیریت شرکت رفت. باید به شرکت فشار بیاره که متناسب با شرایط سرمایه سودش بالا ببره. خود شما گفتین کورپرات گاورننس میتونه بیاره، ایشون هم گفتن فشار آوردن قبول داریم، شیوه‌های مختلفی داره، ولی مسئله مدیر گذاشتن یه بحث دیگه است. شما بفرمایید. یه نکته من نه بگید. اولا که صندوق ها شرکت دار قرار نیست باشن، نه هولدینگ نیستن کاملا. هولدینگ ها که شرکت داری میکنن. تو دنیا فقط این نکته رو میخواستم تو پرانتز اشاره بکنم، برای خودم جالب میدیدم. شرکت هایی در دنیا راه افتادن به نام پراکسی ادوایزر. کار اصلیشون اینه که اینها به میوچوال فاند ها، به پنشن فاند ها، به عرض کنم ETF های بزرگ مخصوصا مشاوره میدن وقتی میخوان تو مجمع شرکت بکنن. اون یه چیز خیلی خاص. و خب البته هیچ جام حق رأی پراکسی رو نگرفتن ازش، یعنی به هر حال حق رأی داره. بله. اون اصلا حق مالکیتیشه و اصلا ازش گرفته نمیشه. حالا من توضیح خواهم داد در ادامه که چه سولوشنایی دیدن و چه پلتفرمایی در این زمینه وجود داره، ولی به طور خاص انا خواستم به این نکته اشاره بکنم که این پراکسی ادوایزرها میان از حیث اینکه حتی در مورد انتخاب مدیر، خب اونجا با توجه به اینکه حاکمیت شرکتی هم داره اجرا میشه خیلی قوی تر از ما مدیران مستقل. خب ما متاسفانه اصلا مدیران مستقل رو از دستورالعمل حاکمیت شرکتیمون حذف کردیم، اصلا ستون اصلی. حالا نه میخوام حتی اینکه مدیر مستقل هست یا نه، این پراکسی ادوایزر به مشاوره میده، اینکه صورت‌های مالی بخواد تصویب بشه در، ولی حاصل اون اینه که من تصمیم میگیرم این مدیر رو عوض کنم بیاد. بله یعنی این پراکسی ادوایزر به پنشن فاندها، میوچوال فاندها، ETF ها مشاوره میده و جالبی که الان مثلا بر اساس های دکتر مطالعه که مؤسسه هاروارد داشته در سال 2020 69% از سرمایه‌گذاران عرض کنم حضورتون که نهادی با مشاوره پراکسی ادوایزرها در مجامع شرکت کرد. آقای چاوشی، حالا این اطلاعات خیلی خوبی آقای کیانی دارن از دنیا که حالا ما یه ذره ازش دور هستیم، ولی شما توی سبدگردانی خودتون مدیر عوض میکنید، درگیر میشید، چرا؟ عرض به خدمت شما، حالا این عنوان که بحث این که تو سبدگردان مدیر تغییر پیدا میکنه یا نه یه خورده خب بس برمیگرده به جایگاه هر شرکت سبدگردان و سهامی که داره. ولی من در تکمیل فرمایش دوستان بخوام بگم و یه مقدار متمرکزتر رو سوال، چون سوال به نظر من سوال خیلی واضح و متمرکزه و بیشتر این سوال برمیگرده به ساختار حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری. قاعدتاً
ما برگردیم به گذشته که اصلا نقطه شروع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حالا پایه اولیه‌اش قانون بازار اوراق بهادار سال 84 گذاشت و در ادامه قانون توسعه. اتفاقی که در مورد خلق صندوق‌های سرمایه‌گذاری افتاد این بود که ساختار حقوقی 100 ساله حالا شرکت‌ها اومد تغییر کرد. یعنی اون ساختار بسته‌ای که حتما باید یه چارچوب انتخابات و مجمع و در واقع مدیر مدیریت شرکت‌ها، تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری این ساختار به هم خورد. سوالی که قاعدتاً الان وجود داره و حالا دوستمون اشاره کردن به صندوق‌های تأمین مالی، باز موضوعی که به نظر من جای تاکید داره اینه که ما صندوق‌هایی که به اسم صندوقه ولی مخاطب این سوال ما نیست و باز بذاریم کنار. اونا صندوق نیستن، اونا یک کلوز اندن، اونا یک شرکت سرمایه گذاری هستن. مثلا صندوق های بازنشستگی که ما قبلا سال‌ها داشتن کار می‌کردن، اینا همه شرکت سرمایه گذاری هستن. صندوق به معنی میوچوال فاندی که مد نظر ما هست نیستن. پس الان تمرکزمون رو باید بذاریم که آیا این ساختار به کار میآید برای حق رأی یا نه، به صورت خلاصه. خب یکی از چیزهایی که شاهد ماجراست این که این ساختار از سال 86 که استارت خورده و با در واقع عدد و رقمی که امروز وجود دارد یک ساختار حقوقی کاملا موفق بوده. این به در واقع اعتقاد من و به شاهد اعداد و ارقامی که تو این صندوق‌های سرمایه‌گذاری داره مدیریت میشه. مهمترین رمز موفقیت این ماجرا چی بوده؟ جدا کردن مدیریت تخصصی از اون سرمایه، حالا واحدهای عادی و واحدهای ممتاز. این که تو مجمع فقط واحدهای ممتازی میان شرکت میکنن که از لحاظ عدد و رقمی سرمایه که درگیر کردن اصلا قابل مقایسه با کل سرمایه اون صندوق سرمایه گذاری نیست. اینا همه تجربه های موفق بوده. بنابراین چیزی که من بهش اعتقاد دارم اینه که این تجربه ساختاری موفق در ادامه راه میتواند در رأیگیری هم موفق باشد به صورت پیش‌فرض. اینکه تضاد منافع هایی وجود داره، قطعا وجود داره. و یک موضوعی که خیلی وجود داره، حالا آقای دکتر کیانی راجع به بحث مطالعات دنیا زیاد تاکید کردن و مطالعه دارن. منتها دیگه ما میدونیم اگر بخوایم مثل دنیا عمل کنیم، مثلا یه سری از کارا رو خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر می‌خواستیم عین دنیا عمل کنیم هیچ وقت راه نمی‌افتادن. ما اومدیم الگو برداری کردیم، یه سری چیزا رو اغماس کردیم، گفتیم که میریم راه میندازیم. من الان سوال معکوس میپرسم نسبت به این مثلا انتقادی که ممکنه رو تضاد منافع وجود داشته باشه. الان الان اکثر منابع بازار سرمایه رو تو شرکت‌های حالا صندوق‌های بازنشستگی که شرکت سرمایه‌گذاری هستن، هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری، تو اون شرکت‌ها چجوری تصمیم میگیرن؟ آیا غیر از اینه که مثلا یک نفر، یه مدیر عامل یا یک مدیر سرمایه‌گذاری حالا بعضاً بدون پاسخگویی میان و اون تصمیماتی که میخوان انجام در واقع تصمیماتی که میخوان بگیرن و میان تصمیم میگیرن یا مثلا از حق رأیشون استفاده میکنن؟ بخوام عرضمو خلاصه کنم، از لحاظ نحوه رأیگیری به اعتقاد من با توجه به اون و من بیشتر تاکید میکنم رو شرکت سبدگردان، asset manager، نه رو صندوق سرمایه گذاری. این دوتا رو در واقع به نظر من داره جدا نباید نگاه بکنیم. اینکه آیا یک شرکت سبدگردان میتواند از اون حق رأی استفاده بکند یا نه، با یک پیش‌فرضی که یک رابطه وکیل و موکلی بین تمام سرمایه گذارایی که پولشون توی صندوق سرمایه گذاری کردن یا قرارداد سبد اختصاصی داشتن، با این رابطه قطعاً از طرف اون موکلا موضوع حل شده است. به اعتقاد من هیچ تضاد منافعی وجود نداره. کسی که اومده توی صندوق سرمایه گذاری کرده حق رأیش رو داده. چیزی که میماند نقطه مقابل بحث حالا اون ابزارهای نظارتی، ابزارهایی که سازمان بورس به نظر من بیشتر باید داشته باشد برای نظارت تو سایر موارد. حالا تو حوزه‌های نظارتی هم جلوتر اگر نکته‌ای بود من تکمیل می‌کنم. آقای حبیبزاده، شما صندوقایی دارید در تامین سرمایه مسکن که اینها خب شکلش فرق میکنه. از طریق اون صندوق‌ها رو مدیریت شرکت‌ها نفوذی میتونیم بکنیم؟ مثلا از یه صندوق زمین مسکن که حالا پروژه است البته، ولی
ولی به هر حال مال شرکتیه دیگه، یا صندوق‌های املاک مستقلات که بالاخره مال شرکت‌هایشون دارایی ها. فکر کنید از اون مسیر هم تأثیری میشه گذاشت بشه؟ به نظر آقای تو با ساختار فعلی امکانش خیلی مهیا نیست. یعنی وقتی یه شرکتی مثلا فرض کنید شهرداری یه پروژه داره، از این 100 تا پروژهش یکیشو ما آوردیم تو صندوق، بله. تو اون یکی که آوردیم تو صندوق زیر 1000 جور کنترل گذاشتیمش، تو بقیه‌اش آزاد هر کاری دلش بخواد می‌کنیم. تو این یکی این آموزشی نداره، یعنی چیزی برای درس دادن بهش نداره، یعنی هیچ تأثیری روی عملکرد اون شهرداری نمیگذاره. حالا چون یه کیس واقعی اتفاقا همین شهرداری‌ها رو ما داریم، من اثرات مثبتش رو واقعا دارم می‌بینم. یعنی شهرداری برای اینکه از این امتیاز استفاده بکنه، برای اینکه جمع آوری منابع خرد رو در یک پروژه در واقع ساختمانی یا اجرایی داشته باشه، حتی اومده یک واحدی درست کرده که این واحد کمک کرده به سایر پروژه، یعنی درس آموزه هایی که چه از جنس نظارتی که حالا به هر حال سازمان بورس ارکانی چیده برای خاصه صندوق زمین و ساختمان، یک ارکان، این ارکان باعث شده که اون شهرداری بیاد در بخش‌های مختلفش، فرضاً عرض می‌کنم مثلا نقش متولی رو که برای که پاسخگویی برای سهامداران خرد وجود داشته باشه، اومده گفته خب من شهرداری باید پاسخگوی مردم شهرم باشم و پروژه هایی که میدم و به نمایندگی از شورای شهر. اومده این ساختار رو تعریف کرده، اعلام کرده که من نقش متولیگری در پروژه ساختمانی که به صورت مشارکت دادم به یک غیری که کار رو انجام بده پیش بگیرم. یا اومده ناظر فنی مستقر در شهرداری ایجاد کرده که نقش ناظر فنی صندوق زمین ساختمان رو داشته باشه. این درس آموزهای خوبی بوده. البته من خب با شهرداری زیادی در این حوزه صحبت کردم، علاقه‌مند بودم. این حوزه تامین مالی برای به خصوص شهرداری‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، حالا دلایلی داره، ولی می‌بینم که یکی دو تاشون واقعا این کیس رو عملیاتی کردن، پیاده کردن و خب خیلی هم مؤثر بوده. تو صندوق‌های املاک مستقلات خب به هر حال جدید هست، خیلی اثری نداشته که بخوایم نگاه بکنیم. ته مدلی که حالا توی جلسات همین که مثلا تو اون صندوق‌ها شما ارزش گذاری میکنید، یه بهبودی در سیستم ارزش گذاری اون نهاد ایجاد نمیکنید؟ حداقلی ترین نکتهش آقای دکتر اون نظام در واقع گزارشگریشو عرض میکنم. گزارشگری صندوق‌ها تو دوره‌های 3 ماهه یا 6 ماهه باعث شده که اون نهاد شهرداری به این فکر بکنه که من میتونم با این گزارشگری و شفافیت اطلاعات سرمایه گذار خرد جذب بکنم و این کار رو کرده و این به نظر من حداقلش این بوده که یه دید مثبت عملیاتی برای افزایش شفافیت داشته. من ایراد این ساختار رو بگم. حالا یه موضوعی که هممون میدونیم اینه که به هر حال تو ابزارهایی که راه افتاده تو بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تقریبا میشه گفت جزو ابزار ناموفق بوده و نتونسته توسعه پیدا کنه. علتش همین ساختاری که تعدد ارکان فرمودید. حالا اون یه جلسه میذاریم صحبت می‌کنید. نه، میخوام از لحاظ حق رأی اینو بگم ساختار صندوق‌های زمین و ساختمان اصلا ساختار فاندی نیست، همون شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی هست با الزامات سختگیرانه تر. خب برای همین امتیاز اونو نداره. شرکت‌های توکنی اومدن دیگه. آره دقیقاً. برای این همه شرکت‌های توکنی میان، یعنی ببینید یه تکنولوژی وضعیتی ایجاد کرده که اگه درست طراحی نکنی برای رقیبای میان. سریع جایگزین. نه، مسئله اساسی اینه که ما یک مقداری در بحث فاندها یا صندوق‌ها چون یه ساختار خیلی فلکسیبلی که ازش میشه خیلی چیزا در آورد، یعنی اون خمیر مایعی که ازش خیلی چیزا در میاد. یه مقداری ما الان صندوق‌هایی که امروز داریم با آن چیزی که میتواند در حالت ایدئال داشته باشیم فرق میکنه. یعنی ما الان مثلا پراویت فاند رو نداریم، یعنی پراویت فاند به معنای اینکه یک نفری برود آقای دکتر عبدو رو قبول دارن 10,000 نفر پول بدن به دکتر عبدو که سرمایه گذاری بکنه و این اصلا به عنوان پابلیک نه. پرایوت فاند خب مدیریت فعال دارن، یعنی اصلا و اکتیویستن. اون موضوع اصلا دیگه اون دیگه یک سرمایه گذار اکتیویست. شما هم تو ونچر کپیتال هم تو پرایوت. ما تو این چند سال مثلا به کرات پیش اومده سر مسئله سرمایه گذاری. اونها یه موضوعی که سر مسئله که فاند جمع شدیم که آقا این وضعیت نمیتونه به نفع ایرادی است که الان بازم به بحث ما مربوط نیست، ولی ایرادی است که میشه از صنعت صندوق‌های ما، از صنعت صندوق گرفت که
در خدمت تولید نبوده، یعنی نرفته یا تو اون حوزه. عرض کنم که یعنی میشه آیا راش دادن دکتر؟ نه حالا میشه، نمیگم مثلا، من میگم که یکی از ایرادایی که میگیرن. حالا برگردیم به بحث خودمون. یکی از بحثایی که آقای ایوب‌زاده میکردین تضاد منافع. شما بهش اشاره کردید. دولت قبلی مثلا دولت‌های روحانی یه کار خوب شد، اون دو تا صندوق پالایش رو دارایی یکم راه افتاد به عنوان محفلی که دولت بخشی از داراییش رو گذاشت اونجا. اما متاسفانه میگم در نهایت ساختارها هنوز اونقدر قوی نیستن که این بارا رو بکشن و تجربه ها بعضا ناموفق بشن. ولی اگر مثلا میگم پالایش و دارایی یکم بتوانن موفق بشوند، آیا به معنای محفل نیست برای اینکه دولت مثلا میگم کل بستر خودروش رو برگزار کنه اونجا؟ بله چون اونم باز بحثای ساختار صندوقی رو زیر سوال میبره. باز اونا کلوزن اینا ربطی نداره. ببین مسئله اینجاست، کلوزن میتونست یعنی ما اولا باید اینو بگیم سازمان بورس باید اونقدر فعال بشود و اونقدر ابزارها رو توسعه بده که یک نفر یه بچه‌ای رو بیرون نیاره بذاره تو دامنش. اون که بیشه یه بازی داستان. ببینید یعنی یه بخش اساسی اینه که ما باید اینقدر این طرف در واقع فعال بشه، سوء استفاده از یک عنوان قشنگ و موفق نشود. آره که یه دفعه یه بچه رو میاره پشت در میذاره میگه این صندوق مال شما، حالا بردا برو. آقای حبیبزاده خیلی نگران تضاد منافع بودن اگر وارد مدیریت بشیم. شما چون ببینید ما دو تا بازیگر داریم، ببخشید. یه بازیگر سرمایه‌گذاره. سرمایه‌گذار چی داره از ما میگیره؟ ارزش روز دارایی‌اشو میگیره NAV. همین فرد میتونه بره تو یک کلوز اند، همین الان با 60% با 50% ارزش داراییش مجبور بشه داراییش بفروشه. اما شما در یک اوپن اند همچین چیزی ندارید. از اون طرف سوال اینه که شما دارید میگید خب نه میخوام بگم این یه رابطه دو طرف است. من دارم به سرمایه‌گذار چی میدم؟ نقشه‌بندی میدم، ارزش فیر میدم. از اون طرف اون از من چی میخواد؟ بازدهی میخواد. این دوتا روی تابلو داره به من چی میکنه؟ بالانس نگه میداره. اگر من اشتباه بکنم در سرمایه گذاری بلافاصله با کوچک شدنش من تنبیه میکنه. خب اما از اون طرف من اگه بخوام این رو سرمایه گذاری بکنم تو راه بیشتر ندارم. یا باید لاگر باشم، بشینم کنار بگم آقا 0.5% از این میگیرم، 0.5% از اون میگیرم، 1% از این میگیرم، 2% از اون میگیرم. حالا اینها به هر حال مثل گویایی که ریختم، حالا بعضیشون خوب میشن بعضیشون بد میشن. اما اگه بخوام اکتیویست باشم باید بگم این شرکت خوبه، ولی این شرکت خوب 35% پتانسیل خوبیشه، این میتواند 90% خوب باشه. خب چجوری 90% باشه؟ مثلا من میگم شرکتی هست مثلا 10,000 میلیارد دارایی داره، اما مارکتش الان 3,000 میلیارده. خب به نظر من اگه باید چیکار کنم این به 3 به 10 برسه؟ یعنی وظیفه شما با مدیر صندوق اینه که شناخته از این وظیفه اقتصادی که به عهده فاند گذاشته میشه. ببینید این وظیفه بین در واقع فایننس انستیتوها یا فایننس در واقع فرم ها توزیع میشه. یه شرکت بیمه هم این کارو میکنه. شما چیزی می‌خواستی بگید؟ بله من در تکمیل اون نکته‌ای که حالا آقای دارابی هم فرمودن، ما قبلا یه سامانه‌ای داشتیم در کدال، حالا یک فرایندی بود که معروف بود به تدان. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری می‌اومدن سوال می‌پرسیدن از شرکت‌ها در واقع مجبور بودن یا ملزم بودن که پاسخ بدن و این کمک می‌کرد به شفافیت. من خیلی تاکیدم به این شفافیت اطلاعات و در واقع نظام گزارشگری برای صندوق‌ها. به خصوص صندوق‌ها میتونن شناختی که حالا فرمودن آقای چیز که ما بخوایم وارد هیئت مدیره بشیم اون شناخت رو پیدا کنیم، چرا خب این اتفاق بیفته؟ نه ما نمیخوایم وارد ببین اصلا من میگم وارد اساسا ولی ما باید این ابزار فشار رو برای هیئت مدیره از طریق کنسورسیوم صندوق‌ها داشته باشیم. بله عرض من این چون سهممون از دارایی‌ها آنقدر بالا میره که نمیتوانیم بهش توجه کنیم. یه بحث دیگه که این کنسورسیوم صندوق‌ها منظورتون چیه؟ ببینید شما الان وقتی میاید داخل یک بحث نگاه میکنید میبینید یک صندوق حالا به ذات خودش 1% از مالکیت داره. در کل سیستم که نگاه میکنید مجموعه این دارایی مهمی است.
نمیدونم. خب اثرش روی مدیریت چیه؟ اینه که اگر من و مثلا آقای چاوشی یا آقای در واقع حبیب زاده که هر کدومون مثلا 2% از یک شرکت بیمه ای رو الان داریم، یعنی شما میگین با هم کنسرسیوم می‌تشکیل دقیقاً باید این کنسسیون فروشی بشه به این خاطر که ما در واقع این فشار رو داشته باشیم. در واقع مدیریت فعال هستید به عنوان یک سبدگردان که توی شرکت‌ها تاثیر بذاره. این موضوع شما روشن. آیه کیانی، یکی از وجوه این مدیریت‌های صندوق این بحث ایجاد ثباته که بهش تو جلسه اشاره به نظرم نشد. وجوه دیگه شد، حاکمیت شرکتی شد، توسعه وضعیت سود شرکت‌ها شد، تامین مالی شد. در این حوزه شما می‌خواید صحبت کنین که چجوری اینا میتونن یک جریان ثبات ایجاد بکنن؟ اگه اجازه بدید می‌خواستم به این نکته اشاره کنم. باشه، نکته رو بگید. آره، که قطعاً تضاد منافع وجود میتونه داشته باشه. یعنی پتانسیل، یعنی من مدیر صندوق کوتاه مدت می‌بینم ولی مدیر شرکت بلند مدت می‌بینه. و متاسفانه دید مدیر مالک که در شرکت‌های ایرانی خیلی زیاده، چه مالک دولت چه مالک شخص حقیقی، اصلا به این نیست که در کوتاه مدت یه کار خاصی هم بکنه. اصلا بعضی خیلی وقتا نمی‌کنه. من منظورم تضاد منافع بین منافع یونیت هولدر، بین سرمایه گذار و مدیر صندوق بود. این امکان وجود داره کاملا که در شرایطی که مثلا مجمع، مثلا مثال متعددی میشه زد، ولی خب مثلا کمترین مثالی که میشه زد اینه که برای اینکه مدیر صندوق بخواد سیت تعیین بکنه در مجمع صندوق، اقدام بکنه به خرید سهام شرکت و همونجوری که مثلا فرمودن کنسسیون، یعنی شما برای اینکه مدیر بذاری میری سهمی رو که خیلی امکانش وجود داره. به خاطر اینه که شرکت‌های ما یه بخشی که شرکت تمام شرکت کوچکی این اتفاق میفته که مثلا این تضاد باشه. اگر شما الان یه هلدینگ خرید فارس دارید، من اینو میگم، شما یه هلدینگ خرید فارس دارید که 50 میلیارد دلار هزینه ساخته شده ولی ارزش بازارش 20 میلیارده. حالا این با اون بحث کنسرسیومه. صندوقاتون که با هم تضاد، الان هیچ صندوقی در اونجا بزرگ نیست اما مجموعهشون با هم تاثیرگذاره. حالا برای تضاد منافع دیده شده مخصوصا ضعف قوانین حاکمیت شرکتی تشدیدش میکنه. ما چون قوانین حاکمیت شرکتی ضعیفی هم داریم، آسیب پذیریمون در این زمینه بیشتره. دنیا همونجوری که جناب حبیب‌زاده اشاره کردن به تدان و بحث شفافیت، در این زمینه کارهای جالبی کردن. الان تدانو دارید هنوز؟ هنوز هست. آره ولی به هر حال یه فعال نیست دیگه، عملاً اون فعالیت رو نداره. اون مناسبت در واقع هر رشد یا افتی در واقع این کنفرانس خبری رو میذارن. حالا اتفاقا من یکی از نکاتی که داشتم همین بود که صندوق‌های سرمایه گذاری به جای اینکه به دنبال مدیریت باشن، دنبال پاسخگو کردن اون ناشر باشن که با اون سهمی که دارن به هر شکلی، کنسرسیوم، مستقل، خودشون اون نهاد رو پاسخگو بکنن و از ظرفیتاشون استفاده بکنن برای کمک به اون شرکت. یعنی فرضاً عرض میکنم اگر شرکتی نیاز به تامین مالی داره، من از جنبه تامین سرمایه عرض میکنم، من تامین سرمایه میدونم که این شرکتی که با شناخت، اگه به شناخت بهش رسیدم که این الان مشکل تامین مالی داره، ظرفیت دیگر تامین سرمایه یه دونه بحث مدیریت دارایی هست که صندوق‌ها ذیلش میشه، یه بخش تامین مالی هستش که میتونه و اگر شناخت رو برسه کمک از جنس منتورینگ بکنه برای اون شرکت، میتونه اون مشکل رو حل کنه، منافع خودش در سهامداری اون رو حد اکثری کنه و به یونیت هولدرش هم منفعت برسونه. اون بحثی که مانده از نظام گزارشگری و ارزش بین هولدینگ ها و صندوق های سرمایه گذاری شما قائل هست. این تعریفی که دوستان دارن میگن، من احساس میکنم دید هولدینگی دارن. این که ما وارد شیم توی مدیریت شرکت و کمک بکنیم به شرکت. ببینید بحث صندوق های سرمایه گذاری و پورتفولیو منیجرن، قراره یک پورتفوی متنوعی داشته باشن، متکثری داشته باشن، سقف دارن که رو هر شرکت چقدر میتونن ورود بکنن. هولدینگ ها از اون دقیقاً عکسن، اونا میرن ورود حاکمیتی میکنن تو شرکت، وارد به عرصه مدیریتی میشن، استراتژی تعیین میکنن. یه سکت بلک راکی الان 9500 میلیارد دلار هم منابع در اختیار داری و داری سرمایه گذاری میکنی، 600 میلیارد دلار از اینو نزدیک 7% رو میبری میذاری تو اپل.
بازده صندوق من کاملا میخوام بگم که نگاه کن این که اگر در دنیا این که ورود و خروج سرمایه گذاری چند تا گذاره صندوق سرمایه گذاری داره؟ خیلی خوب 7% تقسیم شده بین 3000 صندوق. نه میخوام بگم که در نهایت نه که یه صندوق بعد اونجا حالا من می‌خواستم عرض کنم که اصلا تو دنیا چطور دیدن آقای دکتر. حالا قبل از اینکه بگیم از آقای چاوشی سوال چون شما سوال من جواب ندید. ولی من یه دکتر یه نکته بگم در دنیا ورود و خروج صندوق در شرکت ویران کننده است. اگر وارد بشه به معنای اینه که شرکت خوبی هست، دورنمای سودآوری خوبی داره و ارزش یک پول بزرگی که یک اسید منیجر بزرگ آورده گذاشته توش داره. اما اگر همون ازش خارج بشه به همون اندازه ویران کننده میشه. خب به خاطر همینه که ورود اینها اون پار سلامت‌دهی رو هم به مدیریت میکنه. سیگنالینگ اشاره شد. سیگنالینگ اشاره شد. آقای چاوشی یه چیزی من از آقای کیانی پرسیدم و اون این بود که ایجاد ثبات. حالا من یه توضیح خودم این بدم. ببینید اگر ما صندوقایی مثل صندوقای بازنشستگی داشته باشیم تو بورس و صندوقایی مثل ثروت ملی داشته باشیم تو بورس که اینا چشم‌اندازشون بلند مدت به ویژه تو بازار ما که داریم، من البته چشم چی نیست دیگه در واقع. نه داریم ولی فعال نیستن تو بورس. آره دیگه. یعنی چیزی نشدن هنوز. اینا باشن خب اون ثبات هم ایجاد میشه. یعنی به نظر شما صنعت صندوقای ما کوتاهی نکرده در اینکه تشخیص نداده که اون چیزی که الان برای این بازار لازمه در یه بازاری که همه دی تریدرن، اونای حقیقی بزرگ داره و دی تریدرن، تعادل دهنده به این بازار صندوقای بازنشستگی هن که حالا اون صندوقای بازنشستگی اینقدر هم میتونن بزرگ بشن که برن یه ذره تو مدیریت برن. یعنی به نظرم صندوقای کوچیک که نمیتونن برن، اونا میتونن. شما فکر نمی‌کنید که من یعنی دفاع کنید از به عنوان صنعت؟ نکته‌ای که من دارم و معمولا اون دوستانی که بحث تضاد منافع رو خیلی تاکید دارن اینه که من به عنوان یک سبدگردان اولویت اولم نه از باب شعار، از باب منفعتم تو اسید منیجریه. یعنی منفعت تمام شرکت‌های سبدگردانی که تو سالهای اخیر هم بزرگ شدن این بوده که تو اسید منیجری یعنی پول مردم رو بگیرن، بازدهی مناسب بهشون بدن و این باعث بشه هی پول اضافه بشه و هی بزرگ بشن. برخلاف تصور بعضیا که ممکنه سر سیت گرفتن توی شرکتی بعضا دعوا هم داشته باشن. علت این موضوع هم اینه که معمولا منابع متعلق به خودشونه و منفعتشون فقط تو اونه. یک شرکت سبدگردان، چون ما فرضمون بر اینه داریم در مورد یک شرکت سبدگردان نرمال و تو چارچوب و توی ساختار صحبت میکنیم. شرکت‌های سبدگردان چه تو کوتاه مدت چه به قول فرمایش شما در مورد صندوق‌های بازنشستگی تو بلند مدت، شرکت سبدگردانی موفق می‌شود که بتواند مدیریت دارایی خوب انجام بدهد. حالا این مدیریت دارایی خوب یک بخشش اینه که بره به قول حالا فرمایش آقای دارابی فشار بیاره و باعث بشه که یک شرکت ساختارش بهتر بشه. وقتی این اتفاق بیفته سود اون شرکت، قیمت اون شرکت افزایش پیدا میکنه، آنگاه NAV دارایی‌های تحت مدیریت من هم افزایش پیدا میکنه. پس از لحاظ منطق ایراد کجا پیدا میشه؟ ایراد اون جایی پیدا میشه که هدف شرکت سبدگردان مدیریت توی شرکت ایکس و ایگرگ باشه. قاعدتاً چون از لحاظ ساختاری به اعتقاد من شرکت‌های سبدگردان یک همچین هدفی رو دنبال نمی‌کنن و اون به اعتقاد من اونا منفعت کوچکی رو به نصیبشون میکنه. اینکه بخواد خودش رو درگیر یه مدیریت شرکت ایکس و ایگرگ بکنه، اصل منفعت رو ول نمی‌کنه که بره دنبال اون. رو این حساب در بلند مدت به اعتقاد من، حالا بحث صندوق‌های بازنشستگی باعث میشه من تو قسمت صندوق‌های بازنشستگی با حتی سیت گرفتن یک صندوق هم موافقم، ولی تو کوتاه مدت من بیشتر با اعمال نفوذ و بیشتر در واقع کمک کردن به مدیریت شایسته. اینکه خود صندوق بخواد سیت بگیره من خیلی با این مستقیم موافق نیستم در کوتاه مدت. صندوق باید پوش کنه شرکت رو، یعنی شرکت باید بیاد و ما البته باید تجربه رو جدا بکنیم. یعنی ولز فاندایی که وجود داره الان، مثلا ولز فاند نروژ 1600 میلیارد دلاره، یعنی خود اون مدیرش هم که میاد این گود کمپانی رو منتشر میکنه پادکستو، وقتی وارد میشه فشار مرگباری به شرکت میاره که در حد استانداردش باقی بمونه. و البته خب فاندایی که الان ما یه مشکل، من اولش هم گفتم اقتصاد ایران بسیار کوچک و همون اقتصاد بسیار کوچک هم بسیار در واقع در هم کوبیده شده است. یعنی
این اقتصاد کار زیادی داره که به هر حال جریان سرمایه گذاریش اختلال توش به وجود آمده، جریان وجود نداره و ما الان در نهایت یک سری بازیگرهای بزرگی داریم که بیرون خط وایسادن، میان صندوق توسعه ملی داره میاد داخل شرکت ها، وقتی میاد یه بلوک ورمی داره دیگه نمیتواند وایسه کنار بگه من نه دیگه الان هیچ کار ندارم، تو دیگه برو برای خودت در کاری مثبت ارزیابی میکنی اومدنشون. چاره ای نداریم دکتر. خیلی این جریانی که دنیا گرفتیم. من چیزی که دیدم برای خودم جالب بود که چطور اومدن ساماندهی کردن بحث تضاد منافع رو، که دیدنش یعنی وجودش رو تکذیب نکردن، انکار نکرد. یکی خب بحث یه سری کدهای حالا میشه گفت به نوعی اخلاقی یا هر چی که از مدیر میخوان که شما باید منافع سرمایه گذاران رو در اولویت بگیری، اینها که خب اونا بیشتر جنبه شاید اخلاقی داشته باشه. ولی چیزی که جالب تره پراکسی ووتینگ دیسکلوزرایی که اینا دارن تو دو حوزه. یکی الزام دارن خیلی از یعنی رأیگیری های نیابتی که از طرف یونیت هولدرها دارن. بله بله. از اینا رو بعد اعلام کنن. دو حوزه داره آقای دکتر. یکی این الزام رو دارن اسید منیجرها که پراکسی ووتینگ پالیسی های خودشون رو منتشر کنن طبق گایدلاین هایی که تعیین شده. یعنی میگه من در هر مجمعی که شرکت میکنم با چه سازوکاری تضاد منافع رو تشخیص میدم، چطور تضاد منافع رو مدیریت میکنن. اینو کی باید بگه؟ اینو گایدلاین هایی براشون تنظیم شده. این باید مدیر سبد بگه. بله بله. اسید منیجر باید اسید مدیر سبد میگوید که من باید اعلام کنم میرم توی مجمعی میشینم، چرا اینجا نشستم؟ اصلا پالیسیم چیه؟ اصلا اصولا پالیسی رای دهیم چیه؟ و بعد اینو بعد منتشر کنه بر اساس گایدلاین هایی که بورس‌ها تعیین کردن که برای من خیلی جالب بود که جزئیات زیاد داره در مورد اون شرکتی که مجمعش داره تشکیل میشه. بله یعنی تو اون مجمعی که شرکت کردم شما میگی بعد افشا بکنم که چرا اینجا نشستم. قبل از اینکه شرکت میکنم اصلا من یه پالیسی کلی دارم. یه پالیسی کلی که نمیشه، شرکت‌ها مختلفن. نه اصلا یه پالیسی داره. یه خود فاند این چی رو مثلا میگم فاند نروژ میگه من در مثلا در اسلحه سازی سرمایه‌گذاری نمیکنم، در دخانیات سرمایه‌گذاری. نه اون استراتژی ECG ها رو مشخص میکنه. تو مجمع که شرکت میکنه میگه در مجمع من علت که اینجا نشستم من میخوام مثلا صورتهای مالی رو رد کنم، تایید کنم یا رأی ممتنع بدم، چه پارامترهایی در نظر میگیرم، میخوام هیئت مدیره رأی بدم، بر اساس چه پارامترهایی رأی میدم، چطور تضاد منافع خودم و سرمایه گذارم رو شناسایی میکنم و چطور مدیریتش اینا مراحلی است که ما باید تو ایرانم بریم جلوش. قطعاً. و بعد یه چیزیش که دیگه خیلی برای من جالب بود، اینا باید ووتینگ ریکورد داشته باشن و بعد به صورت ادواری بیاد گزارش بده. الان توی بورس ما مگر فیلم گرفتن و فیلم رو رأی شفافیت نداره. این باید بیاد حتی بگه من چه رأیی دادم. و بعد خیلی جالب بود مثلا من رفتم دیدم که چه پارامترایی داره این افشای ریکوردایی که رأی داده. میاد مثلا میگه کمپانی نیمو باید بگی، مثلا چه مجمع چه تاریخی برگزار شد، چه موضوعاتی درش بحث شد، من چه رأیی دادم. یعنی صندوق افشا کنه بقیه افشا نکنن. خب این برای صندوق من دیدم، نرفتم برای بقیه ببینم. و بعد چون صندوق وکیله میگه نماینده مجلس هم میگه من رأیم شفاف. حالا وکیل مگه افشا میکنه؟ حالا اینو اجازه من تمامش کنم. و بعد در بعضی جاها ازش میخوان که دلیل رأیش هم بگه. یه چیز جالب تری که جدیده، این خیلی جدیده که دارم خدمتتون عرض میکنم، خیلی فراگیر نشده، محدوده. پس ترو ووتینگ که یه جور یه پلتفرمایی هست راه افتاده، البته هنوز خیلی فراگیر نشده. آقای دکتر یه حالت پری میتینگ داره، پیش مجمعه که بیشترم برای سرمایه‌گذاران بزرگ صندوق‌ها داره استفاده میشه. میگن از نظر فنی مشکل دارن چون ممکنه چند میلیون سرمایه‌گذار باشن. اینا میان تو پلتفرم، البته تو خارج خیلی چند میلیون نیست چون اینا تو همین صندوق‌ها تمرکز میگیرن. آره تو ایران شما یونیت هولدرای چیزو عرض می‌کنم و بعد این بیشتر اینستیتوشن اینوسترها میان تو این پلتفرم شرکت میکنن. مجمعی که مدیر میخواد درش شرکت بکنه، موضوعاتی یعنی من سبدگردان هستم، سبدگردان تو این سبدگردان یه مقدار یونیت هولدر هست. بله. مدیر به اصطلاح مالکین این واحدها هستن. یه جلسه با این مالکین واحدها میذارن قبل از مجمع شرکتی که میخواید شرکت بکنید، یه جلسه از طریق این پلتفرم مثلا 30 تا سهم توی سبد من باشه، یعنی 30 تا مجمع میذارم، چیز جلسه میذارم. حالا میام بر اساس تو پلتفرم یا حداقل مهماشو میذارم. آره
و نه اونایی که تاثیر ببینید شما اونایی که تاثیر بعد رأیی که میخواد مدیر بده متأثر از این نظری که از سهامدارای عمده گرفته. ولی حالا این هست. حالا شما که این بحث رو میکنید یه قدم من جلوتر ببرم که حالا ما رو با دنیا آشنا کردید. حالا که وارد یه عرصه جدیدی داریم میشیم، یعنی از سکیوریتیزیشن و یونیتیزیشن و اینا اومدیم جلوتر، حالا رسیدیم به مسئله عرض کنم خدمت شما توکن. تو اونجا اگر ما این دارایی توکنایز میشه اونجا چجوری میخوایم؟ تو توکنایز کردن خب بس اسمارت منافع رو که تضاد منافع رو میگه اونجا چجوری میخواد حل کنه؟ اونجا بس اسمارت کنترکت ها مطرح میشه دی. وقتی که توکنایز میکنن اون اسمارت کنترکتی که بر اساسش توکنایز صورت گرفته اونجا مشخص میکنه بعضی از توکن ها ممکن اصلا حق رأی نداشته باشن. چیزی تو اون مورد شما مطالعه کردید؟ آیا که توکنایز اصولا ما تو بحث توکنایز کردن که من خیلی علاقمندم اگه بشه جلسه هم اینجا داشته باشیم در رابطه‌اش، هنوز توکنایز سهام و ETF در دنیا خیلی پا نگرفته، ولی خب بررسی‌هایی که ما انجام دادیم آخه چون کمتر هم معنی داره دیگه، منطقش هم ضعیف‌تره دیگه. اونجا مثلا ولی خود سهم ریزه، خودش توکنه. تو خود اسمارت کنترکت صرفا بحث شکوندن سهم که نیست، الان بحث سامانه معاملاتی، اون بحث ادعای 724 که هست و اینها تی0 اونجا که بوردلس میشه دکتر. یعنی شما باید مرز رو بشکنی. یعنی وقتی من میام در ایران اگر تو حالا اون باشه خیلی بحث داره آیه داره میدونی اصلا اون یه دنیای خیلی مفصلی ولی فقط این نکته در مورد حق رأی شدنش هست دیگه. آره یعنی ما الان تو ایران فعلا نشد، یعنی حتی مثلا قراردادهایی که الان هستن، یعنی حالا من میتونم یه نمونه رو بعد خدمتتون بیارم. فعلا مثلا الان کریپتو خب اون باندلسه ولی برای توکنایز کردن سهام و ETF هنوز این اتفاق نیفتاده. ولی حالا ما بحثمون روی ساختار سرمایه. ولی حق رأی آقای دکتر تو اسمارت کنترکت براش تعریف میکنن برای توکن که این رأی داره یا رأی نداره، این مفصل تو اسمارت کنترکت مشخص میشه. ببینید ما تو بازار همین دوره رشد اخیر هم که داریم میبینیم که مردم بیشتر دارن صندوق میخرن. گفتم این که چیز خیلی خوبه. خیلی خوبه این که. آره این خوبه چون یک تقسیمی شده. مردم میگن که ما NAV مون رو حفظ کن، ارزش عادلانه رو به ما بده، نقشه‌بندیت هم تضمین کن، صف فروش و بستن نماد و اینا نداشته باشم و بازدهی منو بده. از این حالت من حاضرم به تو کارمزد بدم. بله. و من دایرکت اسم چی میذارم کنار. به همین خاطر بخش عمده‌ای رو من الان میبینم از حالا سرمایه گذاران که تو پورتفولیوشون بیشتر صندوق دارن تا سهام دیگه. حالا دوستان خودمون جمع بشیم میبینیم الان از این میخوام چه نتیجه بگیریم. میخوام بگم که لاجرم صندوق ها در ماه ها یا در چند سال آینده فرانت لاین سرمایه گذاری میشن. بعد اینجا دو دسته بنابراین باید تو مدیریت شرکت کنن، باید اکتیویست باشن. از این نظر که از رد کردن ماده 129 شروع میکنی، چون شما هم خیلی وقتا در ایران خودتون میدونید تضاد منافع یا تصمیم گیری دولت میاد یه تصمیم میذاره تو یه شرکت دولتی. اون اتفاقی که افتاد توی فکر کنم کیان و مفید و اینام درگیرش بودن یه نمونه سهام اقلیت. بله دقیقاً ما هم درگیرش بودیم. ما رفتیم مثلا میگیم شرکت مثلا شرکت X 5X از یک شرکت دیگه بزرگتره. بله. ولی فعالیتش 1/10 ولی اون مشارکت یا مثلا فلان دارایی رو وزیر گفته بخر. اون مشارکت در مدیریت نبوده. نه دیگه اکتیویستیه دکتر. این اکتیویست چیه؟ اکتیویستی میگه که من نقش، حالا همین بحث هست که آیا من وقتی وایسم مواظب حاکمیت شرکت باشم، شفافیتش مواظب باشم، چی و چی بهتره، یا همش بخوام تیر بندازم به سمت مدیر شدن در اونجا. شما اگر نکات تکمیلی هم دارید بفهمید، چون تقریبا آخر بحثمون رسیدیم. عرضمو بخوام تکمیل کنم، بحث این که اصلا تمام افرادی که میان پولشون رو میدن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تو اون پراسپکتوس صندوق سرمایه‌گذاری یک سری منافع جمع شدن پول یه عده میاد. بحث رأی دادن یعنی بحث هزینه نسبت به مقیاس، بحث مدیریت حرفه‌ای، بحث در واقع گزارش‌هایی که ممکنه انجام بشه و همون نقشه‌بندی این حرفا
قطعا یکی از آیتماش هم از نگاه یونیت هولدر به اعتقاد من هیچ تضاد منافعی وجود نداره. از نگاه یونیت هولدر چون منفعت یونیت هولدر خودش یه دونه سهم داره، اما اگر سهمشو بذاره کنار سهم بقیه به نفع خودش هم عمل میشه. تنها نکته‌ای که وجود داره نظارت بر عدم سوء استفاده مدیر صندوقه که این نظارت بر عدم سوء استفاده یک فرایند دیگری است، فرآیندهای نظارتی سازمان. در ضمن آقای دکتر به هر حال سازمان با توجه به نظارت‌های خیلی دقیق و ریزبینانه‌ای که داره، این موضوعی که تو سالهای اخیر الحمدلله هیچ چالشی در این مورد تو بازار سرمایه مطرح نشده و اگر محل سوال بود به نظر من خیلی بیشتر از این چالش ایجاد می‌کرد. من دو تا جمله بخونم، فقط شما بگید که با کدومشون بیشتر موافقید. یکی این که صندوقات توی انتخاب تیم مدیریتی نقش موثر ایفا کنن، اما مرزهای اینکه وارد استقلال شرکت ها، استقلال عملیاتی شرکت ها بشن تو این وارد نشن. جمله دوم هم اینه که صندوق ها به عنوان سهامدار متعهد غیر مداخله گر باشن. دو تا جمله است که هر دو ویژگی رو میگن. شما با کدومش بیشتر موافق؟ من قطعا با اینکه تو مدیریت شرکت دخالت نکنن 100% موافقم. جمله دوم بیشتر شما؟ بنده هم همچنین. شما؟ ما باید شرکت رو چی کنیم در ایران با این ساختار شرکت داری و با این اگر سرمایه گذاری که پول دستشه متعهد به پاسخگویی با اینکه دخالت بکنه. نه حالا من سوالو بعد جواب این سوال نه باید اکتیویست بشین. یک رو دارید شما. من موافق نیستم وارد مدیریت بشم. یعنی سه تا اینجا هستن که وارد موافق. خیلی ممنون از این که دوستان به ما وقت دادن. فرصت بسیار خوبی بود. تا نشست‌های بعدی.